چی شد که رفتی تو کار فالگیری؟ خب یه سری استعدادهای درونی تون بود از بچگی. مثلا شب میخوابیدم، مطمئن بودم صبح از خواب پا میشم. خب بعد پا میشدم. آره این بود که دیگه زدم تو این کار. فال قهوه اصل ترک 951 تومن. خیلی زیاده. ارزون تر نداری؟ اسپرسو هم داریم میفته 400 تومن. نه اینم یکم زیاده. چای نبات 150 تومن. یکم کمتر. آبجوش 70 تومن. یکم پایین تر. آب شیرالات هست 35. اسقر آقا من یه مشکلی دارم، اونم اینه که هیچکس با من دوست نمیشه. همیشه سینگلم. بیا ایزم. این چیه؟ سورپرایز، دیگه سینگل نیستی. میخوام از شوهرم بدونم این که چقدر دوستم داره. خانم شوهر شما یه آدم خیانتکار به درد نخور. چرا اینجوری میگی؟ با قیافت حال نمیکنه.